سال 2017 را سال جوانان اعلان نمودند. از این لحاظ ما جوانان را ضرور است که به قدر این همه دستگیری و غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان خاصت توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برسیم و اثبات نماییم که ما آبادگر و بنیادساز سرزمین اجدادی خویش هستیم. دوستان عزیز، پیش از همه قدوم مبارک شما را به این تالار زیبای و برهوا به بزم جوانی و محفل سید نظر خورشید و گروه رقصی صدبرگ خوش آمدید میگوییم. اولا سلام خود را به کل مهمان ها و مخلصان خود میرسانم و به نهایت خرسند هستم که امسال بخشیده به سال جوانان یک کنسرت خود را پیشکش مخلصان خود کردم و برای دستگیری به جانبه حکومت شهر کلان و کسی فرهنگ شهر کلان از آنها منظوری خود را بیان کرده باید بر قدم های هر یک و یک شما را نور دیده تاج سر گفته مرحمت سرده من برای شما.